این کاتمره، یه دسر معروف ترکیه‌ای. طعم پسته و سرشیر توی این دسر دیوونه کننده است. برای شروع از خمیر باقلوای آماده استفاده میکنم. خمیرم رو باز میکنم، روی لایه اولش رو کره میمالم، روی کرم رو با شکر میپوشونم، روی شکرم پودر پسته میریزم. از سرشیرم برای وسط کار استفاده میکنم. چند تا نقطه وسط کارم رو سرشیر میذارم. حالا 2 لایه از خمیر باقلوامو میکشم روی مواد و از هر طرف تا میکنم. کاتمرم رو برمیگردونم و دوباره 2 لایه از زیر روی همین تا میکنم که این مواد به من 3 تا کاتمر آماده داد. روی کارم رو کره میمالم و توی مایتابه سرخش میکنم. در هر صورت باید کاتمر شما سرخ بشه و بعد با یه اسکوپ بستنی وانیلی با نوتلا یا مثل من فقط با پودر پسته نوش جان کنی. راستی تو زبان پارسی ما بهش میگیم کاتمر، ولی تو زبان ترکیه‌ای بهش میگن کاتمر. این واقعا خوشمزه است.